روزه ماه مبارک رمضان بر چه کسانی واجب هست؟ آیا بر پیر و جوان، بر زن و مرد، در تمامی حالتها، در حضر و در سفر، در حالت بیماری و غیر بیماری، آیا در تمام این حالات علی السویه یکسان بر تمام مردم روزه ماه مبارک رمضان فرض هست یا این که تفصیلاتی در این زمینه وجود دارد؟ شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات قبل که خدمت شما عزیزان بودم، مطالبی رو درباره چگونگی اثبات ماه مبارک رمضان، آغاز این ماه مبارک، که به چه صورتی این ماه مبارک در واقع آغاز می شود و راه‌های ثبوتش و تفاوتی که در اختلاف مطالع وجود دارد، این مطالب را خدمت شما بینندگان عزیز بیان کردم. در جلسه امروز می‌پردازیم به یکی دیگر از مسائلی که مسائل ابتدایی هست، یعنی قبل از اینکه ما حکم روزه‌ای رو در واقع بر کسی اثبات بکنیم و حکم وجوبش را بر کسی اعمال بکنیم، این بحث‌ها مطرح است. و این موضوع و مطلب این است که روزه ماه مبارک رمضان بر چه کسانی واجب هست؟ آیا بر پیر و جوان، بر زن و مرد، در تمامی حالتها، در حضر و در سفر، در حالت بیماری و غیر بیماری، آیا در تمام این حالات علی السویه یکسان بر تمام مردم روزه ماه مبارک رمضان فرض هست یا این که تفصیلاتی در این زمینه وجود دارد؟ علمای اسلامی در این زمینه اتفاق نظر دارند و رأی و دیدگاهشون همه این هست که روزه ماه مبارک رمضان بر تمام کسانی که مسلمان باشند، عاقل باشند، بالغ باشند و صحیح و سلامت و تندرست باشند و همچنین در حالت سفر هم نباشند و زنان هم هنگامی که در حالت عادت ماهیانه نباشند، بر اینها روزه در واقع فرض هست. یعنی اگر انسانی مسلمان هست، عاقل هست، بالغ هست، صحیح و تندرست هست و در شهر خودش هست، در خونه خودش هست و در مسافرت نیست، به اضافه این که زنی هم که در حالت عادت ماهیانه نیست، بر چنین افرادی روزه ماه مبارک رمضان در واقع فرض هست. اما کسانی که این شرایط رو نداشته باشند و این جزء این 6 مورد نباشند، روزه ماه مبارک رمضان بر اونها فرض نیست. اما دلایل این مطلب و دلایل این موضوع چه هست؟ در حدیثی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرمایند که رفع القلم عن 3، 3 نفر مرفوع القلم هستند، یعنی حساب و کتابی بر اونها نیست، هیچ چیزی بر اونها فرض یا واجب نیست و اونها مکلف محسوب نمیشوند. رفع القلم عن 3، 3 نفر بازخواست نمیشوند، حساب و کتابی ندارند، مکلف محسوب نمیشوند. عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم. این 3 نفر کی هستند؟ فردی که دیوانه هست یا این که بیهوش هست، در حالت کما هست، تا زمانی که این فرد به هوش بیاید. تا زمانی که به هوش نیامده و در حالت بیهوشی و کما هست یا در حالت جنون و دیوانگی هست، روزه بر چنین فردی فرض نمی شود و این فرد در واقع مرفوع القلم هست و حساب و کتابی رو ندارد. فرد دوم کسی هست که خوابیده. تا زمانی که یک فردی خواب هست، بیدار نیست و هیچ گونه احساسی رو ندارد، اصلا
مثلا در خواب هست و نمیداند که روزه این ماه مبارک رمضان در واقع آغاز شده یا این که وقت نماز فرا رسیده. پس بنابراین چون این شخصی تا زمانی که در حالت خواب هست مکلف محسوب نمی شود و همچنین صبی و بچه‌ای که نابالغ هست تا زمانی که به بلوغ نرسیده، اهم از دختر یا پسر، تا زمانی که به سن تکلیف شرعی نرسیده باشد، این 3 نفر مرفوع القلم هستند، یعنی حساب و کتابی رو ندارند و بر اینها چیزی واجب نمی شود. پس بنابراین از اون مواردی رو که من عرض کردم که 3 مورد دلیلش هم دلیل عقل و دلیل بلوغ در واقع این موارد هست و همچنین این حدیث میتونه دلیل در واقع انسانی باشه که تندرست هست، زیرا که جنون و بیهوشی در واقع یکی از انواع بیماری و یکی از صورتهای در واقع بیماری محسوب میشد. پس بنابراین اون کسانی که در ماه مبارک رمضان در حالت کما و بیهوشی باشند، کودکانی که هنوز به سن بلوغ و سن تکلیف شرعی نرسیده باشند، یا فرض بکنیم اون کسی که در حالت خواب هست تا زمانی که بیدار نشده باشد، اینها از نظر شرعی مرفوع القلم هستند و مکلف محسوب نمیشوند. پس بنابراین اون کسی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، اون فردی که هنوز از اون حالت بیهوشیش افاقه نشده و افاقه نکرده، بر چنین افرادی روزه ماه مبارک رمضان فرض نیست. و در آیه دیگر هست که الله متعال در این زمینه می‌فرماید و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، در آیات سوره بقره آیات 184 به بعد که الله متعال درباره فرض بودن ماه مبارک رمضان مطالبی رو بیان می‌فرماید، در اونجا می‌فرماید که و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، هر کسی از شما که در ماه مبارک رمضان بیمار بود یا این که در حالت سفر قرار داشت. 2 مسئله رو در اینجا الله متعال ذکر کرده، اون کسی که بیمار هست در ماه مبارک رمضان یا این که در حالت سفر هست، ماه مبارک رمضان فرا رسیده اما این انسان در سفر هست و در منزل خودش قرار ندارد. چون این انسانها حکمشون چی هست از نظر شرعی؟ در اینجا الله متعال بیان کرده که فعدة من ایام اخر، حکم شرعی این است که اینها میتوانند که اون روزهایی رو که در سفر هستند، اون روزهایی رو که بیمار هستند و در واقع نمیتونند روزه بگیرند، اون روزه ها را افطار بکنند، روزه نگیرند و بعدا زمانی که از سفر برگشتند و بیماریشون در واقع بهبودی یافت، در اون زمان میتوانند که روزه بگیرند. در حدیثی هست که حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان میکند یکی از واقعه هایی رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. ایشون میفرماید که ما در یک سفری همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم که برخی از این افرادی که همراه ما بودند روزه‌دار بودند، فمن الصائم و من المفطر، برخی از ما روزه بودند و برخی دیگر هم افطار کرده بودند و روزه نبودند. اون کسانی که روزه بودند بر کسانی که روزه نبودند ایرادی رو نمی گرفتند، اونهایی که روزه نبودند اونها بر روزه‌داران ایرادی رو نمی گرفتند. یعنی این که از نظر شرعی هم از آیات قرآن و هم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این ثابت می شود که مسافر در زمانی که در سفر هست اجازه دارد که روزه نگیرد. روزه گرفتن بر اون واجب نیست، الزامی نیست. اگر خودش روزه گرفت روزش قبول هست به عنوان روزه ماه مبارک رمضان و اگر روزه نگرفت این به اختیار در واقع این اختیار را دارد و هنگامی که از سفر برگشت می تواند که برود و روزه بگیرد. در ماه مبارک رمضان در عادت ماهیانه باشند، اون روزها هم روزه گرفتن برای اونها نه تنها این که واجب نیست و لازمی نیست، بلکه روزه گرفتن هم حرام هست. برای زنی که در این عادت ماهیانه قرار دارد روزه گرفتن به صورت کلی ناجایز و حرام هست و این روزها رو باید بعد از ماه مبارک رمضان دوباره قضا بیاورد. ولا این که روزه بگیرد این روزش محسوب نمی شود. روزه گرفتن در این روزها ناجایز و گناه است، ولی این که روزه بگیرد اینها محسوب نمی شوند و بعد از ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرد. در حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه درباره زنان می‌فرمایند که الیس اذا حاضت لم تصلی و لم تصم، مگر غیر از این هست که زنان در حالت عادت ماهیانه نه نماز می‌خوانند و نه روزه می‌گیرند، اما نماز قضایی ندارد،
نمازهایی که در حالت عادت ماهیانه فوت می شود و نمی خونند به خاطر این که زیاد هست و یک نوع مشقتی هست، بین این خاطر شریعت دستور داده که لازم نیست که شما این نمازها را دوباره به جا بیاورید و قضا بکنید. و روزه ای را که در این روزها شما روزه نگرفتید، بعد از ماه مبارک رمضان اون روزها را باید دوباره اعاده بکنید. در این زمینه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دچار این عادت ماهیانه می‌شدیم و از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما دستور داده می‌شد که روزها را قضایی بیاوریم، یعنی دوباره اعاده بکنیم، به جای اون روزها دوباره بعد از رمضان روزه بگیریم. اما درباره نماز به ما دستور داده بود که نماز قضایی را ندارد. شما نماز نخوندید، اون نماز از شما معاف شده، نه گناهکار هستید و نه اینکه مرتکب جرم و جنایت شدید. پس بنابراین روزه ماه مبارک رمضان بر افرادی لازم هست که اساساً مسلمان باشه، زیرا که خطاب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام این خطاب متوجه مسلمانان هست. اول باید مسلمان باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، در حالت سفر نباشد و همچنین بیمار نباشد و اگر زنی هست در حالت عادت ماهیانه یا نفاس و دوران بعد از زایمانش نباشد. بر چنین افرادی که از این عوارض در واقع خالی باشند و بدور باشند، روزه ماه مبارک رمضان فرض هست و کسی که بیمار هست میتواند روزه بگیرد یا اینکه نمیتواند، حکم روزه بیمار انشاءالله در یک جلسه جداگانه به صورت مفصل خدمت شما انشاءالله بیان خواهم کرد. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.